Conditionals in English. Zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. سلام تماشابینان عزیز، خوش آمدید به انگلیش کرده. با شما هستم حبیبالله قدرتوف. ما در امروز درس درباره یکی از موضوعهای گراماتیکی صحبت میکنیم. موضوع امروزه ما نام دارد conditionals، جمله های شرطی. جمله های شرطی را در زبان انگلیسی به 4 گروه تقسیم کردند: zero conditional، first conditional، second conditional و اخیراً third conditional. ما در امروزه ویدیو تنها درباره zero conditional صحبت میکنیم. جمله های شرطی برای ما نتیجه معینی حالت را میفهمانند و جمله های شرطی یعنی از 2 قسمت عبارتند. قسمت یکم if clause، یعنی قسمت if clause برای ما همون چیز را میفهماند که حالت است، حالت یگان چیز را. و قسمت دوم main clause. main clause باشد نتیجه را. مثلا if you study hard you will pass the exam. همین جمله از 2 قسمت است. if you study hard، این قسمت اول یعنی حالت، و قسمت دوم you will pass the exam، قسمت دوم نتیجه هست. اگر ناز خونی امتحان رو میگذاری. بیایید اکنون درباره زیرو کاندیشنال صحبت میکنیم. ما زیرو کاندیشنال رو در حالت زیرین استفاده میکنیم. همون وقتی که نتیجه حالت همیشه رخ دهد یا که درست باشد. مثلا I can't sleep if I drink coffee at night. اگر در شب قهوه نوشم خواب رفته نمیتوانم. جمله دیگر Plants die if you don't water them. اگر به رستنی ها آب ندهید آنها میمیرند یا که خجل میشوند. یک چیز دیگر را در خاطر گیرید که در زیرو کاندیشنال ما میتوانیم if رو با کلمه when عوض کنیم بدون تغییر معنا. بیایید مثال های زیرین را میبینیم. If you touch a fire you get burned. اگر شما با آتش دست زنید میسوزید. یا که If babies are hungry they cry. اگر کودکان گرسنه مانند آنها گریه میکنند. If people eat too much they get fat. اگر آدمان بسیار خورند آنها فربه میشوند. If you put water in the freezer it becomes ice. اگر شما آب را در یخچال گذارید آن یخ میکند. اگر شما اهمیت داده باشید در همه جمله ها پس از قسمت یکم یعنی پس از فعل یکمی present simple علامت ویرگول هست که اون همیشه گذاشته می شود. ما اینچنین می توانیم ترتیب جمله را چپه کنیم یعنی برعکس پیش و خفا کنیم اما معنا تغییر نمی یابد. مثال You get wet if you stand in the rain. اگر در بارانی استید تر می شوید. Ice melts if you heat it. اگر شما یخ را گرم کنید او آب می شود. و در این ترتیب جمله علامت ویرگول گذاشته نمی شود. خوب تماشابینان، ویدیو ما اینجا با پایان می رسد. امیدوارم که در این درس کمی هم باشد درباره زیرو کاندیشنال یگان چیز آموختید. اگر یگان سوال یگان جای نفهمه باشد حتما در کامنتاریا نویسید و دستگیری کردن ما رو فراموش نکنید. با ویدیو لایک مونید و با یارو نزدیکانتان کانال رو توصیه کنید. باقی سلامت باشید.